دل من خسته شده است بس که دویدم. به نام نامی یزدان. آیا شما هم از گران قیمت ترین عروسی قرن زخمی و خونی شده اید؟ آیا اکسپلور شما از حجم جواهرات گران قیمت خانواده سلطنتی هندوستان سنگین شده است؟ آیا شما هم به این فکر میکنید که چرا خدا به ما از این پولا نمیده؟ ببین پولو به کیا میده؟ چرا من عروس این خانواده نشدم؟ چرا من پسر این خانواده نیستم؟ پس با من همراه باش. به چانل آتی سلب خوش اومدی. اول از هر چیزی باید بریم سراغ این که ببینیم آقای مکش آمبانی، پدر آنانت آمبانی، پدر شوهر راجیکا مرچنت که بود و چه کرد. آقای مکش آمبانی 11مین مرد ثروتمند جهانه که ثروتش بالغ بر 120 میلیارد دلاره و یکی از سرمایه گذارای مهم شرکت متا و فیسبوک و مایکروسافته. توی هندوستان یه برج 26 طبقه داره که 600 تا خدمه داره. این خونه تشکیل شده از سینمای اختصاصی، استخر اختصاصی، باشگاه و خیلی چیزای دیگه، خیلی امکانات دیگه. حالا آنانت آمبانی پسر آخرشه که از 8 ماه پیش ما درگیر مراسم پیش از ازدواج ایشون و عروسیشون که چند روز پیش بود هست. 29 سالشونه که با خانم راجیکا مرچنت که این دختر ثروتمندیه. در واقع پدرش صاحب کمپانی انکور هد کره که تو حوزه سلامت فعالیت میکنه و توی نیویورک هم فارغ التحصیل شده این دختر. یه چیزی خیلی قابل توجه بود و خیلی خود هندیا داشتن این موضوع رو مسخره میکردن، چاقی آنانت بود. آنانت به خاطر بیماری مادرزادی تنگ نفس که داره، قرص و داروهایی که استفاده میکنه دوز خیلی بالایی داره. این قرص و داروها باعث شده که این پسر چاق بشه. یه دوره که حالش بهتر شده بود و دیگه نیازی نبود که داروها رو استفاده کنه، لاغر شد. چرا؟ رفت باشگاه خودش رو از وزن 200 خورده کیلو، خودش فکر کنم 220 کیلو اوورد روی وزن 80-90 کیلو. حالا عکساشو میذارم نگاه کنه که تو اون دوران با راجیکا مرچنت آشنا میشه. بعد از اون تو دوره کووید 19 ایشون کرونا میگیره و مجبور میشه دوباره همون داروها رو با دوز خیلی بالاتر استفاده کنه که باعث چاقی مفرط آنانت میشه. اصل مطلب اینجاست که ایشون یه دونه عروسی گرفتن، 3 تا پیش از عروسی گرفتن و یه سری سلبریتی ها رو دعوت کرده. اول اینکه مارک زاکربرگ و بیل گیتس رو دعوت کرده بودن به خاطر همکاری مکش آمبانی با شرکت متا و شرکت مایکروسافت. توی این پیش از ازدواج دختر ترامپ رو دعوت کرده بودن، جان سینا بوده، ریانا بوده که ریانا یکی از طولانی ترین اجراهای خودش رو ارائه کرده بود. فکر کنم 19 تا حدوداً آهنگ خونده بوده. دیگه مثلا سلمان خان بوده، امیر خان بوده، شاهرخ خان بوده، آمیتاب بچان و خانواده‌اش بودن. ملکه هند ایشوریا رای بوده که یکی از چیزایی که واقعا اعصابمو خورد کرد رفتار شوهر ملکه با ملکه بود. میگن که ایشوریا با خانواده آمیتاب بچان به مشکل خورده. بعد خیلی هم ضایع این موضوع رو توی این عروسی جا دادن. مثلا شوهرش، بچه سبزی بیاریم پاک کنیم، مثلا شوهرش میتونست تنهاشون نذاره. مراسم پیش از عروسی خانواده آمبانی تو شهر جمنگر هند برگزار شد. آنانت هم که یه پناهگاه حیوانات رو برای خودش احداث کرده که اسمش وانتاراه.
اسم این پناهگاه، بازدیدی باشه که آدمای معروف بتونن اونجا رو ببینن و چی بهتر از این که تریلر داستان رو به یه عالم آدمای مشهور نشون بدیم. به تمام مهمونایی که اومده بودن 9 صفحه درس کد داده بودن و نوشته بودن که مثلا توی این تایم شاممونه، چه تمی دارید، چه طلاهایی باید بندازید، چه لباسی باید بپوشید و از اینجور همچه آرایشی باید داشته باشید. و یه سری طراح و میکاپ آرتیست و طراح جواهر و اینا در اختیار مهموناشون میذارن که مهمونا بتونن خودشون رو آماده کنن و از اون شرایط استفاده کنن که با همون تما وارد جشن بشن. کارت عروسی موزیکال از طلا و با یه شال پشمی کشمیر، جنس پارچش کشمیر بوده، برای تمامی مهمون هاشون ارسال کردن. البته ناگفته نمونه که خانواده آمبانی قبل از شروع تمام مراسماشون یه جشن خیریه و یک ضیافت برگزار کردن برای تمام آدمای کم بضاعت و بی بضاعت کشور هند. شب اول اون مراسم پیش از عروسی توی یه قصر شیشه‌ای که قصر شیشه‌ای گلخونه های نخل توی نیویورک هستش طراحی کرده بودن و اونجا شب اول رو گذروندن. 5500 تا پهباد میفرستن بالا، حالا فیلماشو براتون میذارم، که یک نمایش اجرا میکنه از همون پناهگاهی که آنانت برای حیوانات تدارک دیده بود، پناهگاه وانتارا. روز دوم مراسم توی همون پناهگاه سپری میشه در واقع که مردم، تمام کسایی که دعوتشون کرده بودن، میرن و اون پناهگاه رو نگاه میکنن، بهش سر میزنن به حیوونا. و تمشون هم تم باغ وحش بوده، تم لباساشون. شب دوم تمشون تم ملاروژ بوده، از فیلم ملاروژ نشأت گرفته بود که یه شهر بازیه و یه چرخ و فلک که مردم میان اونجا و مهمونا میان اونجا و میرقصن و شادی میکنن. شب سوم عروس اومد به هم دیگه حلقه میدن، رقص 2 نفره میرن و اون دوست عزیزمون 3 تا خان میان نمایش اجرا میکنن. ببین چقدر هزینه کرده موکش آمبانی واسه بچهش که این 3 تا خان رو آورده و با هم دیگه اجرا داشتن. یکی از اتفاقات خیلی مهمی که جلب توجه کرد جواهرات خانواده سلطنتی آمبانی بود. در واقع اون گردنبند پر از الماس و زمرد و جواهرات مادرش بود. 2 تا از خواهرای کارداشیان، یعنی کیم کارداشیان و نمیدونم چی کارداشیان، اون مطلعیه. آقا یه چیزی، موضوع خیلی عجیبی که نظر من به خودش جلب کرد رفتار مامان آنانت با بابای آنانت بود. فکر بکن یه شوهر خیلی پولدار سرمایه‌دار داری، بعد هی میاد دستتو میگیره با ذوق و شوق اینا که مثلا بیا با هم یه عکس بگیریم و اینا، اصلا عکسو میگیره دختر خانمه، بعد هی دستشو اینجوری پرت میکنه. ایشواریا چرا شوهرش داره اینجوری میکنه، بعد مکشته رو زنش داره اینجوری میکنه. عروس، خب عروسی که میخوان بیارن تا بره به داماد برسه و رقص مخصوصشون انجام بدن، یه توری بالا سرش گرفته بودن که این توره از جنس گل و طلا بود. بعد ماشین عروس هم که داره میاد، آنانت و راجیکا هستن داخلش، اون کلن یک زره مانند یک پوششی از طلا و گل بود. بدون عروس خانم راجیکا جون توی مراسم پیش از ازدواجشون توی عقد کنیون یه دونه لباس پوشیدن که سفید مشکی بود. یک متنی هم روش نوشته بود. اون متنی که نوشته شده بود روی لباس راجیکا، اولین نامه عاشقانه آنانت به راجیکا بوده. خودشونه، ولی اصلا کل این ماجرا مسخره است. پولداری خب باش، یعنی چی که اینجوری داری ثروتت رو به رخ میکشی؟ تمام این ریخت و پاشا 1% ثروت آمبانی هم نمیشه، ولی این مراسم داره به اقتصاد ما کمک میکنه و من خیلی خوشحالم که این همه هنر